بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیله انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 172 مهندسی جهل در خدمتتون هستم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشیم و بتوانیم قدم دیگری در راه خروج از زندان مهندسی جهل برداریم و این میسر نیست الا از طریق اینکه با تمدن فکری، تمدن احساسی، تمدن عاطفی، تمدن مکتوب خودمون آشنا بشیم. هم با زبانمون آشنا بشیم، برای اینکه زبان فقط وسیله و ابزار نیست. مثل ماشین نیستش که بتونیم عوض بکنیم، یا مثل کت شلوار نیست که بتونیم عوض بکنیم، یا مثل تلفن نیستش که بتونیم عوض بکنیم، مثل راه هم نیستش که بتونیم راهمون رو عوض بکنیم. زبان نوع نگاه ما به دنیا و نوع درک ما از دنیا رو مشخص میکنه، تفسیر ما از جهان رو مشخص میکنه و ما با زبان دوم به این نمیرسیم. زبان دوم، سوم، چهارم اون رو به ما نمیده. دیروز یک ویدیو جالبی رو من در اینستاگرام شیر کردم. در چیز بود، یک متخصص ترک داشت، ترک حالا عثمانی بگیم نمیدونم چی بگیم، اینها رو داشت، این رو میگفت و من این رو آپلود کردم اینجا. الان دوباره این رو میارم، اجازه بدید ببینم میتونم صدای این رو باز بکنم. Neyse bir dili yeni öğrenmeye başlamışsınız. Ve ciddi de kursa gidiyorsunuz. 6 ay bir sene olmuş öğrenmektesiniz. Ben şimdi size geliyorum o dilden. Ben de dili yarım biliyorum ha. Çünkü ben de o dilden değilim. Ben de yarım biliyorum. Geliyorum size. Mesela fiziğin çok derin kavramlarını o öğrenmekte olduğunu benim de yarım bildiğim bilin. En üst tabakası acenta, en alt tabakası da bizim bunların elinden alacağımız topraklarda ırgat olsun diye bu eğitim sistemini getirmişlerdi. Ve hızla da bunu işte 50 senede beceriyorlar. Şimdi mesela siz merak sardınız. Ne bileyim Rusça, Çince, Fransızca neyse bir dili yeni öğrenmeye başlamışsınız. Ve ciddi de kursa gidiyorsunuz. 6 ay bir sene olmuş öğrenmektesiniz. Ben şimdi size geliyorum o dilden. Ben de dili yarım biliyorum ha. Çünkü ben de o dilden değilim. Ben de yarım biliyorum. Geliyorum size. Mesela fiziğin çok derin kavramlarını o öğrenmekte olduğunuz dilden benim de yarım bildiğim bir dilden anlatmaya çalışıyorum. Ne olur? Karmaşa. Ha, hiçbir şey olmaz. Eğitim olmaz. Hiçbir şey olmaz. Türkiye'de bu mu oluyor? Evet, kesinlikle bu. Şöyle mi diyorsunuz? Yarım bilenler yarım bilenlere bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Bakın yabancılar bunu sömürgelerinde niye yapmıştır biliyor musunuz? Bunlar bizim dilimizi öğrensin de bunlar da adam olsun diye yapmamıştır. Bunlar hiçbir şey öğrenmesin, hiçbir şey düşünemesin, ilk kere iki bir araya koyamasın. En üst tabakası acenta, en alt tabakası da bizim bunların elinden alacağımız topraklarda ırgat olsun diye bu eğitim sistemini getirmişlerdi. Ve hızla da bunu işte 50 senede beceriyorlar. Tamam. این همون چیزی بود که من سالها تلاش کردم با اون برنامه‌ای که در گوناس تیوی شروع کرده بودم و بیش از 9 ماه و نیم دوام پیدا کرد و به زبان فارسی هم بود، بگم که در اونجا در زیر شستشوی مغزی این برنامه رو مطرح می‌کردم که آقا این غربی ها رفتند به آفریقا و البته فکری که زبان انگلیسی و اسپانیایی و ایتالیایی، نه حالا ایتالیایی خیلی نه، البته اونم نقش داره عین همون ها، ولی اسپانیایی در رأسش هست و بعد ایتالیایی هم هست، البته انگلیسی هستش، خیلی عین همون اسپانیایی رو داره ادامه میده. این زبان، یعنی حالا من از زبان صحبت میکنم نه اشخاص. اون زبان یه دیدگاهی به انسان ها داد که حدود 1 قرن متخصصان اینها، روشنفکران، ملاهای اینها نشستن بحث کردن که اصلا انسان آفریقایی سیاه انسان هست یا نه. نگاه کنید، بحث فلسفی 1 قرنی متخصصان اسپانیایی
اینه که آیا اصلا انسان سیاه انسان هست یا نیست، و به این نتیجه رسیدن که انسان نیست. وقتی اومدن با کریستوف کلمب و اینها اومدن این قاره آمریکا، حالا جنوبی و مرکزی و شمالی، اینجاها اومدن و اینجاها رو کشتار کردن، بحثشون دوباره همون بحث بود، آیا اینها انسان هستند؟ حالا منظورشون هم از انسان تقسیم میکردن، آیا روح انسانی در اینها وجود داره یا اینکه اینها حیوان هستن، انسان نیستن. یعنی حیوان که منظورم یعنی انسان نیستن. وقتی انسان نباشن، حالا هر موجودی هستن مهم نیست، مهم اینه که انسان نیست و میشه اینها رو به راحتی در وقت اینجا اومدن گفتن نه، اینا چون رنگشون سیاه نیست اینا انسانن، اما نه در درجه‌ای که ما هستیم. در نتیجه در آمریکا، در آفریقا گفتن که چون اینها انسان نیستن، ما میتونیم اینها رو بکشیم، شکار بکنیم، بخریم، بفروشیم، قاچاق بکنیم، از خانوادهشون جدا بکنیم. اینها لازم نیست حتی زبان ما رو یاد بگیرن، چون انسان نیستن، لایق این نیستن که زبان ما رو یاد بگیرن. این زبان بود که به اونها گفتش که فرق میخوام اینکه زبان ها رو بگم، حالا نه استعمار مستعمره و اینها رابطه رو خیلی نمیخوام تو این قضیه برم. وقتی اومدن در آفریقا انسان ها رو به راحتی حق خودشون میدونستن، میگفت این مثلا من همونطور که مثلا میوه میچینیم، این آدم ها هم حق ماست بچینیم. اینها خلق نشدن که زندگی بکنن، این خلق شدن که ما ازشون بهره ببریم، هر جوری هم که دلمون بخواد بهره میبریم. این زبان بود که این رو به این انسان ها میداد. در این حال همون قاره آفریقا مسلمان های ترک و عرب هم رفته بودن، اینها میگفتن اینها انسان هستن، عین ما هستن، رنگشون فرقی نمیکنه با ما، اگر با ما جنگ بکنن جنگ میکنیم، میکشیم، اسیر میگیریم، اگر جنگ نکنن که هیچی، زندگی میکنن و ما امکانات بهشون میدیم و از امکانات اونها فایده میبریم، تجارت میکنیم فلان. فرق دو تمدن رو، دو زبان رو میخوام بهتون بگم. اینها اومدن اسپانیایی ها اومدن تو این آمریکای لاتین، گفتن که اینها انسانند، اما نه انسان درجه اول، اینها درجه چندمن، اینها باید زبان ما رو یاد بگیرن. حالا این پروفسور ترک من ویدیوشو براتون بک کردم خیلی اینو جالب گفت. یعنی من فکر کردم که چرا هی تو تکرار میکردم که آقا این زبان دوم که یاد بگیرید زبان اشغاله، زبانی که با مغز شما رو دستش میگیره هر جوری که میخواد. من فکر کردم که این زبان دوم وقتی میاد اشغال میکنه شما رو با این هدف اشغال میکنه که شما توسعه پیدا بکنید. من اینجوری تصور میکردم که شما اگر زبانتون زبانی نیستش که زبان علم باشه، زبان فلسفه باشه، زبان تکنولوژی باشه، زبان توسعه یابندگی باشه، زبانش رو تغییر میدن به اسپانیایی، به انگلیسی، به ایتالیایی. ولی میبینیم که اسپانیایی ها 400 سال 500 سال زبان این آمریکای لاتین رو تغییر دادن به انگلیسی، به اسپانیایی، به پرتغالی، به روسی در جاهایی که روسیه مسلط هست. ولی این اتفاق نیفتاده، این انسان ها هیچ توسعه‌ای نیافتن. برای چی؟ این پروفسور اینجا رو میگه اینها اشغال نمیکنن که زبان شما رو یاد بگیرید، توسعه پیدا، اشغال میکنن که از زبان خودتون بمونید، به این زبان هم وارد نمیتونید بشید چون زبان تاریخ و تمدن شما نیست. در شما در میان این دوتا نمیدونید، هیچ کاری نمیتونید، نه این هستید نه اون هستید، آواره‌جور. حالا اینو به فارسی ترجمه میکنم، آواره‌جور میمونید، آواره‌جور میمونید، نه میمیرید نه زنده میشید، نه توسعه میکنید نه عقب مونده میشید، همیشه این وسط همون که هستید. 500 سال آمریکای لاتین همینه. انگلستان هر کجا رفت همین بلا رو سرشون آورد، الا جاهایی که انسان اصلا نذاشت. مثلا کانادا
انسان نذاشت. مجموعه انسان هایی که در کانادا موندن زیر 100,000 نفر هستن و اینها همشون هم انگلیسی شدن. جالب، اونهایی که انگلیسی شدن، انگلیسی زبان شدن در آمریکا، کانادا و آمریکا، معتادترین انسان‌های روی زمین هستن. هیچی ندارن. مثلا تورنتو به عنوان مرکز کانادا یا هر کدوم شهرهای بزرگ رو بگید، دارای آب، بهداشت، پزشکی، آموزش، امکانات فلان هست. به اینها نه آب بهداشتی دارن، نه بهداشت دارن، مدرسه ندارن، نه حتی دیروز یه برنامه دو CBC کانادا داشت نشون میداد، گوش میکردم در رادیو CBC، میگفتش که اینها یه کالجی داشتن، اون کالج رو هم بستن، گفتن شما لازم ندارید. نمیخوام بگم خیلی، اما به هر حال اون چیزی که انسان سفید این انگلیسی زبان داره، اینهایی که الان نزدیک 300 سال زبانشون عوض شده، انگلیسی شده، بچه هاشون رو تو مدرسه ها خودشون دیگه اعتراف کردن، تجاوز کردن، کشتن، گروهی کشتن بچه ها رو. بعد از تجاوز گروهی کشتن، تو حیات مدرسه دفن کردن. یه تحقیقات چند ده ساله، حدود 10 ساله انجام گرفت و اعتراف کردن که بله، ما سفیدها اینها رو آوردیم تو مدارس و خونه ها دادیم، اینها ازشون کارگری کشیده شده، بچه ها تجاوز شده، شکنجه شدن، زبانشون تغییر داده شده، فرهنگشون تغییر داده شده، از خانواده هاشون جدا شدن، از پدر و مادر مهر پدری و مادری رو نچشیدن، مهر خواهری و برادری رو نچشیدن و اینها رو بعد از تجاوزم کشتن و اینها در گروه‌های دست جمعی اینها رو دفن کردن. اینها عقب مانده ترین انسان‌های کانادا همینها هستند. اسمشون هم نیتیو، ابورجینال، هر چی که بگید اسمشون رو گذاشتن، ولی هیچی به هیچی. بلکه زبان این کار رو با شما میکنه. زبان، حالا ما زبان عربی رو داریم یاد میگیریم، ما ترک‌ها رو دارم میگم، زبان انگلیسی رو یاد میگیریم، زبان عربی آلمانی رو یاد میگیریم، زبان روسی رو یاد میگیریم. دیروز یه ویدیو دیدم زبان گرجستانی رو، گرجی رو داریم یاد میگیریم، زبان ارمنی رو هم ارمنی ها حالا یاد میگیرن. ولی این وسط نه هیچ اتفاقی در ایران نمیفته. نه انگلیسی به اونها کمک میکنه، نه آلمانی به اونها کمک میکنه، نه زبان روسی به اونها کمک میکنه، نه زبان چینی به اونها کمک میکنه. آقا ببینید، چینی ها وقتی انگلیسی ها، این زبان انگلیسی اومد چین و اومد هندوستان و اومد ایران، مواد مخدر رو آورد. چند 10 میلیون انسان چینی معتاد مطلق شدند و این چین خوابید. در این حال که تلاش میکردن زبان انگلیسی یاد بگیرن، مترقی بشن، نهایتش در این 20 سال اخیر برگشتن گفتن آقا زبان خودمون، هویت خودمون، و در این 20 سال اخیر پا شدن و اومدن بالا. برای همین ما دیروز با یک کتاب آشنا شدیم که اسمش از جراحنامه طب، که ما این رو خوندیم و گفتیم که اسمش یه چیز دیگری هستش، اسم اصلیش اگر من بتونم پیدا بکنم جراحی عجایب بیشتر زمانون، بذار ببینم اینجا آخر سطر اول کتاب احکامات طب ادب. حالا من کتابون ترکی یازدم، اینجاش هم بود، اسمشو گودم oldu şu acelden Türkiye dili. اوکی، اونم که گفتیم این کتاب تنها به پزشکی نمیپردازه، بلکه به جامعه شناسی از ابعاد مختلف هم دقت کرده و اینها رو گفته. این حالا bir کتاب جراحیه یازدم، حالا اینجا یه جایی اسمشو میگه، من حالا پیدا میکنم که اون اصل اسمی که خود این کتاب نویسنده برای اون آورده اون رو هم براتون بگم. این کتاب رو تاریخ دقیقی در اول کتاب ذکر نکرده، ولی از طریق اون دوره شاهی که این رو نوشته
محمد شاه فرزند محمد، حالا اینجا محمد خان فرزند مراد خان، این رو در دوره این نوشته شده. میتونیم در بیاریم که این حدوداً، البته یه جایی هم اینجا من اگر گذاشته باشم 577 سال پیش نوشته شده این کتاب. ما دیروز اینها رو حساب کردیم. حالا رسیدیم به یه جایی که bu kitabı 3 babide، حالا اسمشو کجا بود؟ حالا همون جراحیه بود، اما یه لغت دیگری هم بهش اضافه کرده بود که الان نمیتونم پیدا بکنم. وقتی آدم یه چیزی رو میخواد پیدا بکنه یه مقدار براش این مشکل ایجاد میشه. حالا اینجا به یه شعر رسیدیم که ببینیم این چیه. یا رب dilerim gece gündüz على الدوام اونون ارشکم اوله bu muhtasar tamam اون kömək elemək erişmək yetişmək ol nur çünün güldün o nur çünkü gıldun ani afzalur resul. O nur منظور حضرت محمد، افضل الرسول که اولدور که یعنی او هست، که اولدور محمد العربی سید الانام ساغلا دلومی، ساغلا نگه دار دلومی زبانم رو، صحب خطالو لامدن خطالو کلامدن، ساغلا دلومی صحب خطالو کلامدن، kim ta'ani etmiya bana bu خاص شل عوام. هم خاص و هم عوام. بو این، شل این، هر دوتا هست، ولی برای بو خاص و شل که برای اینکه تکرار نکنه بو خاص با عوام اومده از دو کلمه بو خاص شل عوام، هر این عوام. ایله ترحم ayyağa birge sözümü، ayyağa احتمالا eyle terahhüm ayağa bir geme sözümü، اینجا me هستش، bırakma sözümü، bırakma، اینجا امروزه bırakma، ötürme، bırakma. eyle terahhüm ayağa یا آینه هم آینه bırakma sözümü احتمالا ایقه بهتر باشه تا آینه و آیقه. ایقه bırakma sözümü، ayak پا، ayak پا. eyle terahhüm ayağa bırakma sözümü ta rağbet edip ala زید له همام. درسته اون ایقه، برای اینکه اینجا تا رغبت edip ala یعنی به دستش بگیره این کتاب رو، زید له همام، اینها دوتا اسمن. اتکل نصیب بانا، اتکل یا اتکل اله یعنی انجام بده. اتکل نصیب بانا بو حال ایا مجیب، که اقینه bu kitap dua ile anlam که اقینه یعنی خواننده، bu kitap dua ile anlam بفهمه، anlamak فهمیدن. فهرست ابوابش رو بخونیم. این از نظر زیبایی بی‌نظیره این کتاب، هم از نظر نقاشی ها بیش از 300 تا نقاشی داره. این 423 صفحه داره، بیش از 300 نقاشی از پزشکی و ابزارهای پزشکی داره، جراحی. اینها بعضی از نقاشی ها 1 نفر هست، 2 نفر هست ببخشید، طبیب و بیمار، و بعضی از نقاشی ها 2 نفر یعنی پزشک هم کمک داره، بعضی ها 3 نفر هستن. حالا اینجا فهرست ابواب به اون الملک الوهاب. کتابون اول باب
این باب رو اونقدر بزرگ تا آخر سطر خیلی زیبا برده. حالا چی هست فصل اول؟ داغون keyfiyetin bildirir. Bu bab 57 فصلdir. خود این باب 57 فصله. الفصل الاول، حالا فصلهای این رو میاد یکی یکی میگه که فصل اولش چی هستش. من الفصل گفتم، غلط گفتم، اشتباه گفتم. اولین فصل اولین بابه. اولین فصل اولین باب. Başta bir dağ urmağı bildirir. اورماق وورماق، حالا اینجا یه داغ میذارن، یه نمیدونم حالا داغش میکنن دیگه. داغ چی هست بگیم؟ من فارسیشو، داغ در زبان ترکی به کوه هم گفته میشه در ترکیه آذربایجان. در ترکیه ترکیه و بعضی جاهای دیگر داغ فقط به این داغی که بر روی حیوان میزنن یا بر روی انسان میزنن زخمش اینها رو میسوزونن. سوزاندن و مهر زدن با حرارت بسیار بالا، آهن تافته، اینجوری بگیم. حالا شاید دوستان بفهمن که داغ یعنی چی، که فکر کنم فارسی نداره، همون داغ باید باشه، نمیدونم، سوزاندن شاید باشه، نمیدونم. باشته bir dağ urmağı، urmaq یعنی انجام دادن کار، وورماخ همان. حالا در اورمان میگن، در ترکیه اورمان گفته میشه به داغ، ولی ما داغ میگیم. البته اورمان به مشلق هم گفته میشه، به جنگل هم گفته میشه که ما بهش میگیم مشلق. مشه یعنی جنگل، در آذربایجان اینجوری گفته میشه. bildirir، رطوبت و برودت و نزله sebebinden واقع olan ağrılar için. حالا اینجا میگه که به خاطر رطوبت یا به خاطر گرما و برودت هم سرما هستش، ببخشید. رطوبت و برودت، رطوبت میشه مثلا عرق میکنید، یه نوع رطوبته. برودت سرماست. من معمولا این برودت رو در کف پای راستم خیلی حس میکنم. و نزله سببیندن، حالا این نزله چی هستش نمیدونم. واقع اولن آغرلر، چون یه دردهایی که به خاطر اینها واجدات پیش بیاد اینها رو داغ میکردن. ikinci فصل اول بابون. حالا اینها دیگه من بقیه‌شو نخونم، بریم اصل مطلب، چون این حدود 35 صفحه چیز هست. مثلا 38 ما حالا در آذربایجان 8 ج تکرار میشه، تشدید داره. در بعضی لهجه های ترکی این 8 یدی نیست، یدی دو تا دال تشدید نداره، یدی. 38. فصل اولین باب، birinci babın 38. faslı kavuk üzerine örülen dağın طریقesini bildirer. حالا این کاووک چی هستش؟ روی پوست باشه. کاووک احتمالاً روی پوست باشه که اینجا هم دوباره داره در مورد حالا بریم صفحه این خود فصل بعدی هم 58. اینم با ikinci باب. خود باب دوم ببینیم، اگه برگردیم این باب دوم رو پیدا بکنیم، ikinci باب 18. حالا فکر کنم که این صفحه که برگردیم 5. 4. اول اینجا ikinci باب چی هست؟ bu kitabın cerahat yarmağı و جراحت دلمگی و جراحت تیمار اتمگی طریقesini bildirer. این کتاب در مورد سوراخ کردن جراحت اینجا به منظور یک نوع، این در زبان ما هم به کار برده میشد، فلان جراحتی var، فلان حیوانان جراحتی var، یعنی یه بیماری داره. حالا من اون چیزی که یادمه، نمیدونم این الان به این معنی به کار برده، کاملا به کار برده میشد یا نه. معمولا اگر یه جایی، حالا مثلا من یادمه تو روستاها
یه پشه های یه نوع حیوانی این حیوانات رو، گاو رو، اینها رو نیش میزد و وقتی این نیش میزد تخمش رو داخل بدن این حیوان میذاشت. منظور از نیش اینه. حالا نمیگم که نیش به منظور این که مثلا نیش بزنن خونش ببین، نه، این رو بدنش رو سوراخ میکرد، تخماش رو روی داخل بدن این حیوان میذاشت. تا من دیشب یه ویدیو دیدم از این، دوباره گاو بود، روی گردنش رو یه حیوانی چیز زده بود و اینجا ششمشتی ورم کرده بود، ورم که نه خیلی بزرگ شده بود و داخلش یک نوع مثل روده، یه کرمه، یه انگلیه خیلی بزرگ. مثلا من تا اونجایی که این ویدیو رو نگاه کردم نزدیک 6-7 متر شده بود که این رو هی میکشید این جراح. حالا اینو چیکار میکنن؟ میان بعضیاشو سوراخ میکنن، دلمک اینو میخواد بگه، بعضی سوراخ میکنن، فشار میدن، این ایرین، چرک، این عفونت داخلی میاد بیرون، یا این حیوان، این انگل، این تخمه های حیوان هایی که اونجا دارن بزرگ میشن اینو میخورن از داخل که چیز بکنن، اینها میان بیرون، اون آبسه، اون چرک و عفونت میاد بیرون. به هر حال اینجا میگه که به اون سبکه بعض انسان ها هم رخ داده. من دیدم مثلا یه جایی از بدن رو فشار میدن، میبرنش یا سوراخ میکنن، یه فشار میدن میاد بیرون. bu kitabın جراحت یارماغ گفتیم که بریدن هستش. یه چیزی یه فرض بکنید یه دملیه اومده اینو میخوان چیز بکنن، اینو میبرن، حالا یا کل از سر تا پاشو میبرن اون قسمت رو، یعنی همه‌شو، یا یه بخشیشو میبرن. و جراحت دلمک، حالا بعضی وقت فقط اینو سوراخ میکنن. و جراحت تیمار اتمک یعنی حالا اینجا چی میگن الان بیمارستان ها میریم مثلا اینها چیکار میکنن؟ پانسمان میکنن و پانسمان رو هی تغییر باید بدید، عوض بکنید. اینجوری این تیمار کردن امروزه پانسمان کردنه. تیمار etmek tariqəsini bildirir. Bu bab 98 فصل داره. خود این باب دوم 98 فصل در مورد این قضیه هستش. حالا 20. فصل 3. باب، خود باب سوم رو برگردیم ببینیم. خود باب سوم 3. باب، خب اینجا 3. فصل 3. باب. خب اینجا با 3. باب در مورد که bu kitabın kemküler sınıkların kemik ما در آذربایجان به استخوان میگیم سümük. در ترکیه به اگه بگید سümük فکر میکنن که این آب دماغه. خب در ترکیه به کمیک میگن، کمیک. همین سümük کمیک، سه و که جاشون عوض کردن. گفتیم که در لحظه های مختلف ترکی د با ت، سین با که هم اینجا میبینیم که تغییر کرده. Bu kitap kemikler sınıkların یعنی شکستگی های استخوان های بدن رو از سر گرفته تا نوک انگشت پا، این استخوان هایی که اینجا هستش، سنگلرن سرمغی، اینها رو حالا مثلا امروزه میگن گچ میگیرن، چی میگیرن نمیدونم، ولی سرمغ یعنی همون پانسمان بگیم یا بستن. چجوری اینها رو، این استخوان‌های شکست رو چجوری ببندیم. سرماغ بستن نیست. سرماغ چجوری این رو باید پانسمان هم نیست، یه چیز دیگریه، نمیدونم. حالا به هر حال بگیم که پیچیدن، مثلا چجوری بپیچند. اگر سرماغ رو بخوایم تحت لفظی معنی بکنیم که به فارسی چگونه جاهای استخوان شکسته رو بپیچند، و یعنی با پارچه و اینها یه چیزی بپیچند، نه خود اون شکسته رو. سرمغی و مفصل این قسمت هایی که گفتیم به هم میچسبند، بهشون فاصله هست. ببینید بخشی از استخوان های ما به هم نچسبیدن، یه تکه هستش این دیگه، ولی یکی از اینها مثلا اینجا بینشون فاصله هستش و خودشون متحرکن،
اینجا mafsale فاصله هست. Mafsallar çıgan yerine اگه اینها در بره که خیلی اتفاق میفته çıgan yerine koyup bağlamayı bildirir. چجوری اینها رو جای خودشون بندازید و اینها رو ببندید. حالا اینجا باغلاماق به کار برده، اونجا سرمخ به کار برده بود، اینجا باغلاماق، برای اینکه اون سرمخ تنها وقتی شکسته حالا یه چوبی میذارن، چوب باید صاف باشه، چجوری باید اینو حالا چند طرفش بذارن یا چجوری بذارن اینها و بعد این روشو چجوری ببندن، این هست. ولی اینجا فقط باغلاماقه، یعنی این رو در رفته، حالا سر جاش بندازید و دوباره اینو ببندید که چیز نکنه. Bu bab 36 فصل دور. خود اینجا هم 36 فصله. حالا ما بریم این 36 تا رو رد کنیم ببینیم که میرسیم به خیلی رفتم انگار که بله خیلی رفتم. 3. babın 36. fasl 3. bab. اینجا دیگه bu kitabın içindeki müstemel terkipleri bildirir. اینجا هم bu ترکیب داروهایی که داخل این هستش اونها رو مشخص میکنه. هر دورلودن هر نوع اون داروهایی که لازم باشه اونها رو. اولون باب اول، حالا برمیگرده از اول همون باب رو بگه و همون فصل ها رو بگه. Bu kitabın dağ etmekin keyfiyetin bildirir. حالا اینجا اتمک این رو روی زیر هر دو تا کاف، نون آخر و کاف وسط دوباره 3 نقطه گذاشته، انگار که هر دوتا اتمنین، اینجوری باید بخونیم اتمنین، اتمگین در آذربایجان، اتمگین در ترکیه، اتمنین. البته ما هم در آذربایجان اتمک میگیم، اتمنین، اما در اردبیل مثلا اتمگین، در قرداغ اتمگین. کیفیتین bildirir. داغ حالا چجوری باید داغ کرد این بدن رو، این بیماری ها رو که یه پزشکی بوده. مثلا نگاه بکنید در گذشته وقتی می جنگیدن با شمشیر و اینها میزد، مثلا طرف دستش قطع میشد، میزد مثلا دماغش میرفت، میزد گوشش میرفت، میزد کلش پاره میشد، میزد مثلا یه پاش، یه آرنجش کلا قطع میشد، یا میزد مثلا از پشت مثلا تا این ور شکم شمشیر در می اومد، یا از سینه میزد اون ور در می اومد. خب اینها رو باید یه جوری این آدم ها زنده میموندن، نمیذاشتن که اینا خون ریزی بکنن بمیرن. می اومدن مثلا این دست رو که قطع شده یا نیم قطع شده اگه قرار بود مثلا عفونت کرده، این رو با اره میبریدن. امروز هم همینه، امروز هم با اره برقی میبرن دیگه، حالا چیزی. فقط امروزه داروهای بی‌حسی میزنن، این بیمار خیلی متوجه نمیشه. در گذشته حالا داروهای بیماری مثل تریاک اینا احتمالاً میدادن، یه مقدار کم میشد، ولی اینا بازم اینها میفهمیدن که دارن بدنشون رو خب بالاخره دهن اینها یه چیزی میذاشتن که این زبانشون گاز نگیرن و زبانشون قطع نکنن. نمیدونم 2-3 نفر اینها رو میگرفتن، میبستن اینها رو که حرکت نکنن، این پا رو با اره ببرن. خب یا این زخم ها خون میومد، یا حالا وقتی بریدن باید یه جوری این خون وای میستاد، این رو داغ میکردن، میسوزوندن این پوست رو، اون قسمت پوست رو میسوزوندن که خون نیاد و سریع هم دلمه ببنده و دیگه اینها مثلا یه جوری نباشه که خیلی انگل ببنده، کرم ببنده، ولی با اینها کرم میبست و اینها رو باید یه جوری تمیز میکردن. برای همین تیمار میگه Bilunaki ey talib kim bize vacibdir, ey talib kim bize vacibdir ki dağılan amelden ökden keyfiyetini ve menfaatini önden، اینم باید önden بخونیم، یعنی قبل از اون عمل باید کیفیتینی، چگونگی، و منفعتینی و مضرتینی، حتی ضرر و زیانهاش هم، و گنگی و همچنین یا در کل مزاجده استعمال اتمک
gerektir bildiririz. حالا بر مزاج، بر رفتار انسان، بر مزاج تنها چیز نیست. ما فکر کنیم که مزاج یعنی این چشیدنی، نه، بر نوع رفتار ما، تفکر ما تاثیر. مزاج در اینجا به این مفهومه. bildirir ta kim taliblere avzah ve asah ola inşallahurrahman. و بلونه که ای طالب کیم. حالا من دیگه نمیخوام، فقط میخوام بعضی از نقاشی ها رو بخونم. دیروز این کتاب رو خوندیم، معرفی کردیم که این کتاب در چه سالی نوشته شده. خودش تاریخ زده بود، ما بر اساس اون تاریخ نوشتیم، گفتیم که چه تاریخ. دقیقاً خودش تاریخ زده بود که 870 هجری قمری این کتاب رو و در عهد پسر سلطان مراد، سلطان محمد خان عثمانی نوشته شده و به فرمان ایشون، با حمایت ایشون این کتاب نوشته شده. فرق این کتاب با کتاب‌های دیگر رو هم نوشته که نقاشی‌های بی‌نظیری است که این کتاب داره. من حالا اولین نقاشی رو اگه پیدا بکنم درباره اون یه چیزی بخونیم. ببینید اینجا داغ کردن، من این رو فکر می‌کردم که این عمل جراحی میکنه، ظاهرا یک نوع داغ کردنه. بذارید ببینیم اینجا آیا میتونیم یه چیزی در مورد این پیدا بکنیم. بخوام atibadan bazılar demişlerdir kim cerahete nesne urmayalar. جراحت، حالا فرض بکنید که مثلا اینجا عفونت کرده سر یکی، اینجوری فرض بکنید یه انگلی نشسته اینجا، یه بیماری اینجا رخ داده سرش و اینها. atibadan bazılar demişlerdir kim cerahete nesne urmayalar، یعنی یه چیزی نزنن بهش. şöyle açık töre ve şöyle açık töre ve bazılar demişlerdir kim deri yandıktan sonra dağlavi şulgeder tuteler. بعضی هم گفتن که بعد اینکه پوست رو سوزاندند، یعنی داخل سر میرفتن، روی کاسه و داخل سر کار میکردن انگار، نمیدونم، اینها تخصص من نیست. بعضی‌ها demişler kim deri yandıktan sonra dağlavi، اون داغ کردن، اونجایی که داغ میکنن، şulgeder tuteler، اینقدر انجام بدن، چقدر نمیدونم، اون رو یعنی یه اندازه‌ای گفتن. حالا احتمالاً دربارش صحبت کرده. kim که من برازیانه آندن، kim، حالا این دیگه من بعضیاشو دیگه نمیتونم بگم. kim کمل برازیانه آندن sonra برازیانه یعنی یه مقداری بسوزه، براز اینجا ما حالا در آذربایجان براز میگیم اینجا، برازیانه اول یه مقدار بسوزه. kimin برازیانه، حالا یه مقدار کی، اینجوری بگیم کی kimin برازیانه آندن sonra ol yanan کمیگی، اونجا کمیک باید بگیم. kim کمیک برازیانه، خود استخوان یه مقدار بسوزه. آندن sonra ol yanan کمیگی gazayalar، اونو gazmak gazayalar gederler آندن sonra علاج ederler. حالا اینگار که مثلا استخوان رو سوراخ میکنن و بعدش داخل مغز میشن، نمیدونم، بعدش علاج میکنن. ederler تاکیم او onla ve bazılar demişlerdir kim dağ örerken şöyle mübalağa ederler. اضافه مبالغه یعنی زیاد انجام بدن. şöyle اینجوری، حالا چه جوری نمیدونم. ederler kim کمیک کار اده. کار، خود کار که کلمه کار رفته به زبان فارسی از ترکی احتمالاً رفته. کار یعنی تأثیر عربیه، کار ترکیه. کار اده، خود کار یعنی حالا چی بگیم،
کر. چار رفته به فارسی شده کر، در گوش. چرا؟ برای اینکه این یه چیزی تأثیر کرده که این دیگه نمیشنوه. خب چار به سود هم گفته میشه. به سود شما یه تجارتی میکنید، یه کار درسنس، یعنی یه سودی به دست میاری. این کار به معنی اون هست، باز شما یه نتیجه، یه تأثیر داره، یه تأثیر. اما کار گفتم تأثیر به معنی تأثیره. چار اده یعنی تأثیر ده. ما به جای تأثیر که داریم به کار میبریم در زبان ترکی امروزه به خاطر تأثیر زبان فارسی و عربی، یعنی زبان دولت نه زبان فارسی، اینجا اگه بیان بگیم که کار الدیم یعنی سود کردم، مثلا در یه چیزی نخره میکنید، تأثیر میذارید، کار الده. فلان کس فلانی نوزرینه کار الدی، یعنی حتی گفتم کور هم احتمالا از این باشه، همین کلمه باشه، چور، این از یک کلمه باشه، اونم نمیتونه ببینه. دوباره یه اتفاقی افتاده، کور از کور، اینا از یه ریشه هست. چور کار، اینها از یه ریشه هست و برای اندامهای مختلف این همین کار رو انجام میده. اینجا هم یه کار ادر، یعنی که حالا کجا بود اینو من gazyalar kar eder. Gazyalar kederler. Ondan sonra alac ederler. Ta kim önle. Ve bazılar demişler kim dağ örürken şöyle mübalağa ederler kim cemige kar eder. در استخوان نفوذ بکند، تأثیر بگذارد. Bir grad mikdar dülün یا دلون. bir grad mikdar، grad نمیدونم، یه اندازه است، یه وزنیه یا یه طوله، نمیدونم، من اینو نمیدونم گراد چی هست. البته گوگل رو باز کردم که اینها رو بخونیم ببینیم که این گراد یعنی چی میشه. یه واحد اندازه هست. بذار ببینید چی میگه، چون در فارسی هم گراد یکای استاندارد اندازه‌گیری وزن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس است که هر گراد آن برابر با 200 میلی گرم یا 0.2 گرم است. این واحد همچنین به عنوان یک شاخص برای تعیین خلوص طلا استفاده می شود. خب پس اینجا یه واحدی بوده که برای احتمال میدم، من حالا خیلی مطمئن نیستم. از گراد حالا کجا رسید؟ bir گراد به اندازه 1 گراد مقدار دلون، اون رو سوراخ میکند. Delük ola bu gol söyleyenler edüdler kim? Etmek yani گفتن دیگه. Edüdler kim? Başın bukhar ol delikten çıkardılar. اونا میگفتن که بخاری در درون مغز هستش که از اون سوراخ بیاد بیرون. من فکر میکنم این درسته. من در اثر این تصادف این یه چنین حالتی به نظرم میومد که مغزم داره. فکر میکردم که مغزم 2 قسمت هست، یه قسمتش خود مغزه، یه قسمتش یه فضای خالی هستش که با ابر پره و این ابر البته داخل مغز مثلا یه جای اینجاهای من اینجا از وسط مغز، منتها از این قسمت نه از بالا، از این قسمت وسط مغز دوتا، یعنی اگه از اینجا بریم وسط، از اینجا بریم وسط، از اینجا بریم وسط، از اینجا بریم وسط، اونجا مثلا یه یلدرم شاخرده، رعد و برق میزد و میرفت بالا، از مغز خارج میشد، میرفت داخل این آسمان. به نظر من یه آسمان بود اینجا و اونجا بخار چیزی که بود، ابر که بود، منفجر میشد و این ابرها به مغز فشار می آورد و این مغز پایینی. حالا من مثلا یه جورایی با این پزشک نیستم ولی خب اینجوری میگه، منم فکر کنم که من اون وضعیت رو خودم تجربه کردم. بخار او دلیکتن چیگاردلر، از اونجا اون بخار رو میارن بیرن و بعضیلر
bir cececek ağır şak miqdari delik öleler. حالا اینجا بازم یک küçücek şairəm. Bəzilər bir küçücük ağır şak یه کوچیک ağır şak. حالا این ağır şak چی هستش؟ ağır şak مقداری، اونم مقدار حالا این هرچی هستش دلیچ اوله demişler. میگن یه سوراخ بذارن تا که بخار زیاده چیکار، تا که از اونجا بخار بیاد بیرون. امروزه این کار رو نمی کنن، فکر میکنن فشار خون و اینها از اونجا مثلا تخلیه میشده، امروزه نمیدونم دیگه. حالا اینجا همون کار رو داره نشون میده. اما yergi حالا این چی هست نمیتونم بعضی از کلمات رو بخونم. Oldur kim bu zikr ettiğimiz üçünün evvelki üçünün، حالا اینجا üçünü ün یه انگار که üç نوعün اینجوری باید بخونیم. üç نوعün، بله درسته، همین درسته که اینو با هم ترکیب کرده ولی باید جدا بخونیم. امروزه اینو جدا میخونیم. ettiğimiz zikr ettiğimiz üç no'un evvelki no'u ile ikinci no'ini bazı başlarda ederler. حالا ایشون میگه که از این سه نوعی که برای این بخار چیز باده، اولی و دومی رو گفته. لکن مؤلف کتاب شرف الدین، خود این کسی که این کتاب رو نوشته اسمش شرف الدینه دیگه، اسم پدرش و اسم پدر بزرگش هم نوشته بود. مؤلف کتاب شرف الدین eder میگه، eder گفتن. bizim قاتمizde قات نزد کلمه فارسی شده. حالا ما این رو مثلا بگیم در پیش ماست، benim yanımda، bizim قاتımızda da هم میتونیم بگیم. الان در آذربایجان ما بگیم benim yanımda، ولی میتونیم بگیم benim قاتımda، یعنی در پیش منه. قات امروزه در ترکیه به معنی طبقه به کار میره. در آذربایجان هم قات به معنی طبقه و به معنی چیزهایی که بیش از یک باشه و با هم مخلوط بشه به کار میره. قاتماق، قاتق اینا هم هستش. قاتق به دو معنا هست، هم به معنی اینکه یه چیزی با یه چیزی مخلوط میشه یا پیچیده میشن با هم، ترکیب میشن. یکی اینه قاتماق، رنگ و اینا رو قاتماق میکنن، این یعنی ترکیب میکنن. خود ترکیب در ترکیه قاتماق میشه، قاتق ترکیب. خود شیر هم که بهش، ماست هم که بهش قاتق میگیم، یه چیزی بهش میزنیم و به هم میزنیم، ترکیبش میکنیم و از طرفی که سفت حساب میشه. قاتق به معنی سفت هست، قاتق. این هم که به فارسی هم رفته. یوگورت یه چیزیه که باز در ماست گفته میشه که به انگلیسی، زبان انگلیسی و دیگر زبان ها احتمالاً رفته و در اونجا هم به کار برده میشه. Kitabın müəllifi Şərəfəddin Edər bizim qatımızda əməlin olası oldur ki, بهترینش اینه olası یا olası، o imkan pazirش، əməlin olası imkan pazir، olmaq imkanı، olası oldur ki dəriyi yaquz kemiği yaxud ehtimalan qud yaquz kemiği yığmaya یا yanmaya. میگه به نظر ما اینه که دری یا قوز گمیگی yanmaya. به نظر من این گفته که نباید خود پوست و یا استخون رو سوزوند، زیرا احتمال vardır ki عضو حالت طبیعیسinden تفرق الاتصال bulacak. احتمالاً اون عضو از حالت طبیعیش تفرق الاتصال، یعنی جدا میشه. این اتصال به هم پیوستگی مثلا پوست و استخوان، میگه این جدا میشه. اگه بسوزونید اینجا یه سوراخی در استخوان یا یه چیزی متاسفانه میمونه که امروزه هم بسیاری از جراحی هایی که انجام میدن متاسفانه اون شیار
جایگاه عمل میمونه که من یکی از دوستانم رو دیدم، خود منم صورتم رو عمل کردن اینجا فکر میکنم یه جایی ازش مونده باشه. اینو داره میگه بولacak ol üzve zarar erişe به اون عضو ضرر اول عضو ضعیف اولا همچنین ضعیف میشه. پس اول که داغ انفع و اسلم دور، اون اولیه که داغ بزنن اون انفع و اسلم سالم بهتر. اسلام هم از این ساخته شده بهتره بهتر اسلم دور در şöyle bilmiş olasın و سلام، اینجوری بفهمی و سلام، تموم شد. این رو صورت طبیب، اینجا خود طبیب رو نقاشی کرده. این طبیب با یه لباس ریش و سفید و عمامه خاصی که حالا اینجا رنگ‌های خاصی هم داره، اینجا یه علامت خاصی داره و شکل آلت، اون آلتی که برای سوراخ کردن پوست و حالا اینجا مثلا یه نقطه سیاهی اینجا این بیمار گذاشته به معنی بیماری اونجا هست و اینجاشو یه مقدار انگار پوست رو از بین برداشته، مثلا حالا داره باهاش کار میکنه. و صورت علیل بونلردر و صورت علیل یعنی اون مریض، اون قسمت مریض، خود مریض علیل یعنی اون مریض. و البته تنها دیروزیم علیل به نقص گفته میشه، به اون چیزی که حالا اون قسمت سر هم گفته میشه. من دیروز عرض کردم که این کتاب تنها به ما در مورد بیماری حرف نمیزنه. ما اینجا با نوع لباس، پوشاک، کفش، رنگ و نقش و نگار لباس ها و تنوع رنگ ها و نقش و نگار لباس مردانه و زنانه و همچنین چیدمان اون محلی که مثلا چقدر به درخت اهمیت میداده ترک در اون زمان. نگاه کنید این مثلا قاعدتا مطب است داخل ساخت، اما اومده یه درختی مثل درخت سیب یا مثل گل مثلا گل محمدی کشیده اینجا. این اهمیتی که ترک حتی در اون محل کارش به درخت میداده، برعکس امروز که امروزه ما خیلی آتیش میزنیم درخت ها رو متاسفانه. حالا اینجا یه فصل دیگری شروع میشه. من نمیخوام اینجا دیگه، حالا با اجازه دوستان من از هر 50 صفحه یک چند سطر میخونم یا عکس‌ها رو هم نشون بدم. کاش مثلا به جای اینها من میومدم. حالا اینجا این عکسم جالبه که این پشت انسان و جلوی انسان رو نشون میده و همچنین سرش 3 تا مشکل داره، پشت گردنش هم 3 تا مشکل داره گذاشته اینجا. سرش رو حالا یه جوری خط کشیده، انگار یه بیماری اینجا هستش، حالا یه آلتی هم اینجا هستش. اینجا دوباره اومده مثلا بخشی از اینجا رو و زیر سینه رو هم شکم رو اطرافش رو رنگ سیاه کشیده که یعنی اینجا هم مشکل داره در موردش. حالا مثلا اینم داغ میکنه. حالا چی؟ Bilene ki ey talip kim açık eğer balgamdan olursa evvel eliyle tengiye damağ alacın edesen şul alaclarla kim mualice babında zikr olunmuştur. Eğer elil büyük olursa ادویه استعمال etmeye mütehammil olursa ve eğer elil oğlan olursa، oğlan یعنی کوچیک، اینجا oğlan کوچیک، کشی میدونیم که بزرگ هست یا چیز. اینجا علیل دیگه نمیگه چیز، علیل به معنی کسی که یک نوع بیماری داره دیگه. حالا ممکنه که نقص عضوی هم داشته باشه، نمیدونم. علیل بیشتر ما در امروزه به افرادی گفته میشه که نقص عضو دارن. اینجا هم شاید به اون معنی به کار برده بشه، نمیدونم. اگر علیل büyük olursa، büyük یعنی مثلا از 20 سال به بالا، نمیدونم. olursa ادویه استعمال etmeye mütehammil olursa و اگر بتونه ادویه استعمال بکنه، استفاده بکنه، mütehammil olursa و اگر علیل oğlan olursa، اگر بچه پسر باشه، میدونیم که oğlan یعنی پسر دیگه، پسر یعنی آدمی که کم سن ساله. olursa ادویه استعمال etmeye tahammül edemezse ana غراغر
Qarağır یعنی چی نمیدونم، یعنی qarqaralar öteleriyle ve çeyneyip suyun yutacak nesnelerle علاج desin. حالا میگه اگر این بچه نتونه استعمال بکنه، احتمالا از پایین تنه باید براش استعمال میکردن. اگر علیل oğlan olursa بچه باشه، ادویه استعمال etmege، حالا نتونه از پایین ادویه استعمال بکنه، تحمل edemezse، نتونه تحمل بکنه، آنا قراقره احتمالاً. قراقره این یعنی جمع قرقره هستش، قرقره. حالا ما قرقره رفته شده فارسی گرگره دیگه ها. وقتی مثلا گلومون ورم میکنه، لوزه هامون مشکل پیدا میکنه، یا دهنمون مشکل پیدا میکنه، مثلا زخم شده اینا، که من معمولا خیلی هم زخم میشه، نمک رو در آب حل میکنیم مثلا و آب رو دهنمون میگیریم و گرگره میکنیم. خب این همون جمعش قراقره هست. قراقره یعنی قرقره‌لر، جمع خودش معنی کرد اینو. قرقره احتمالاً یک کلمه عربی است که اومده وارد فارسی شده، وارد ترکی شده و بعدش هم رفته به عربی مثلا. قرقره‌لر اوتلر یعنی با یه علف ها، با سبزه و گیاهان، حالا اون هر چی بوده، و چینیب، حالا اگه بچه هستن بدن یا جوان هستش بدن بهش اینا بجوان. چینمک، چینیب، سویون یوتجق، آبش رو اون قورت میده تا حالا یه مقدار چی بشه، بی‌حس بشه بدنش مثلا. یوتجق نسلرل علاج دسن و اجر خلاص bulmazsa Alil'ün başın yüldüresin. Yüldesin. Nemiyorum yüldesin yani çi. Başın yüldesin, bir dağ öresin. Başının ortasında. Şöyle ki yukarıda beyan ettik. Yukarıda der بالا، yukarıda beyan ettik. Ve bir dağ dahi aksesinde, ensesinde، اینم حالا انسه یعنی پشت، ensesinde ve iki dahi iki boynuz yerinde, iki dağ boynuz yerinde, boynuz şah ve dahi iki boynuz yerinde üresin. حالا دو تا اینجا هم میزنن، یه دونه به پشت، دو تا اینجا. اون نقاشی کجا بود؟ اینجا. حالا اینجا داره اونها رو نشون میده. تو کجا اومدیم؟ başın ortasında، یکیش در وسط، yukarıda beyan و bir dağ dahi ensesinde، یه پشت در پشتش، و iki dağ dahi iki boynuz yerinde. درهای اینجا ما boynuz داشتیم در گذشته. این هم حالا شاید به نوعی به داروینیسم اعتقاد داشته، ولی داروین خیلی بعد از اینه. یعنی این اگر ما در گذشته شاخ داشته باشیم، حالا اینجا boynuz، یا اینکه تشبیه میکنه دیگه برای اینکه کاملا بفهمیم. ممکنه که هم واقعیت، چون ما میدونید مثلا من مادرم حالا به این چی میگن من نمیدونم، حالا فارسیشو نمیدونم من. ما استخوان ستون فقرات داریم که از سر ما بهش وصله، میره تا دنبالچه. فکر می‌کنم فارسی دنبالچه میگن. این دنبالچه پایین نزدیک اون سوراخ ما تحتمون هست و این بعضا کج میشه و درد بسیار عجیبی داره وقتی میشینید. این رو خاله من خیلی انگشت نه اینکه داخل سوراخ میکرد، نه، ولی از بیرون سوراخ این رو انگشت میبرن، این نوک این دنبالچی رو میگیرن، یه مقدار عقب میکشن، چون اگه خیلی بکشید فلج میشه آدم احتمالاً.
اینو یه مقدار عقب میکشه، اون درده از بین میره. این در رفتگی اون استخوان هست که بعد سر منم اومده و این کار رو من انجام دادن و من خوب شدم. دردش خیلی زیاده اون لحظه که این، چون نوک استخوانم خیلی تیزه. حالا به این چی میگن؟ به این در ترکی مادر من میگفت قدیم گوروخ یری، یعنی انگار انسان در گذشته حالا گوروخ چی بود؟ دم داشت. انگار انسان در گذشته نهی، نمیدونم چی نوشتید، نمیتونم بخونم دوست عزیز. sağ olun ama çıkıkçı sensu sasmast. نمیدونم چی نوشتید، نمیتونم بخونم. حالا میگفتن که اینجا در قدیم، یعنی تصور بر این بوده که در قدیم ما دم داشتیم. حالا ازش بگذاریم. حالا اینم میگه بوینوز، دو جایی که اینجا بوینوز داشتیم، شاخ داشتیم. ای و اگر متحمل olursa şul dağları dahi üresin kim فلجده و استرخاده. حالا فلجده چی هستش من نمیدونم، و استرخاده ذکر ادوک. این قبلا در یه بخش دیگری این رو گفته که چی هستش. داغ بویون öger غاسنده onurgasında. Omurga ما امروزه omurga میگیم. omurga یا چیز ستون فقرات در ترکی omurga هستش که اینجا اوگورغا نوشته. ستون فقرات اوگورغا احتمالا همون اومورغا این نمیدونم، باید در لهجه های مختلف ترکی احتمالا تغییر کرده باشه. و 4 داغ اورگا. حالا نگاه کن اینجا در اومورگا اینجا رو چیز میکنه، احتمالا من یکی دو چرا بوینوز ödesin mütehammil olursa şul dağları dahi üresin kim falcede ve istirhade zikr ettik. 3 dağ boyun، 3 dağ boyun، 3 تا در گردن، پس گردن، یعنی boyun پس گردن. اینجا یه اسم دیگری داره. 3 dağ boyun omurgasında. omurga گفتی فتون سگرات. boyun omurgasında برای همین داره میگه پشت فقرات. 3 تا از اینجا و 4 dağ arga omurgasında و 4 dağ arka omurgasında یا omurgasında همون omurgasında. در 4 تا هم اینجا، در اینجا باید داغ بزنن و سلام. اینم دوباره حالا ما متوجه شدیم که اینا داغ‌هایی که به این محل‌ها میزنن. حالا بعدش هم یه چیزای دیگری هستش که دیگه من از اینجا میگذرم. کتاب خیلی خیلی گرانقدره و برای ما زبان ترکی رو و فرهنگ و تمدن ترکی رو یاد میده. اینجا یه چیز دیگری هستش. این آدم حالا احتمالاً چشمش مشکل داره. بذار ببینم چی نوشته اینجا. اگر bir zaman sonra kabuk yine üzeyip gıl yine عودت ederse yine dağ edesin. حالا اینجا انگار مثلا گل یعنی مو. احتمال میدم که این حالا من نخوندم نمیدونم چی هستش. احتمال میدم که مثلا موی اضافی در میاد. این رو میگه که kabuk yeni pust. اگر bir zamaniden sonra، اگر بعد یه مدتی kabuk yeni üzeyip این پوست دوباره تعمیر بشه و اینها، اوزمخ نمیدونم یعنی چی. üzeyip gıl yine عودت ederse احتمالاً تعمیر بشه، یعنی خودشو تعمیر بکنه. پوست میاد خودشو تعمیر میکنه دیگه. به هر حال در یه زمانی این چند تا عضو داریم که الان در بچگی
جاشون رو زود زود عوض میکنن. مثلا ما در بچگی دندون در میاریم، زود زود عوض میکنن. موهای سرمون زود زود چیز میشه. ناخن هامون هنوزم که هست زود زود میاد بیرون و ما اینها رو کوتاه میکنیم ولی از بین نمیره. پوستمون زخمی بشه چیز میشه، جاش میاد. بعضی از احتمالاً اعضاهامون اگر قطع بشه میاد دوباره رشد میکنه، میاد سر جاش. گفتم مثلا دندون. ولی بعد از یه سنی اینها میستن دیگه، حرکت نمیکنن، متوقف میشه دیگه، دندونمون دیگه در نمیاد. مثلا نمیدونم بعضی از اندام ها ممکنه که چیز، ولی حالا دارن روش کار میکنن متخصصین که دوباره مثلا یه هورمون هایی رو بزنن یا یه هورمون هایی که حالا چیزایی که باعث میشه این دندون رشد نکنه یا مو رشد نکنه، مثلا سر من، این رو یه کاری بکنن که خودش دوباره مثلا اونو فعال بکنن، اون قسمت بدن رو، اون حالا هورمون هست هر چی هست اون رو فعال بکنن، دی ان ای هر چی هست دیگه، اون رو فعال بکنن که این دوباره مثلا مو بیاد، این دوباره دندان در بیاد. مثلا در 70 سالگی هم دندون در بیاریم. مثلا خیلی اینو میشه، چون داریم دیگه، در اصل این در بدن ما وجود داشته، در اثر یه علتی، یه فشاری، یه چیزی ما دندونمون میفته دیگه. این یه علت، یه اتفاق افتاده که اون خوابیده. اگر اون که در بدن ما در کودکی بود الان اینو بیدارش بکنیم، این مو رشد میکنه، این دندان رشد میکنه، این نمیدونم احتمالاً ما در جنین که مادرمون بودیم این اندامهای ما رشد میکرد. احتمالاً ما بتونیم مثلا دوباره یه کاری بکنیم که مثلا دوباره کلیه رشد بکنه، دوباره معده رشد بکنه، دوباره آخجیر رشد بکنه، دوباره قرجیر رشد بکنه. اینها احتمالاً اینها باید امکان پذیر باشه، چون در بچگی اینو داشتیم. این در یه مقطعی خوابیده، به خواب رفته، یخ زده. اینها رو میشه بیدار کرد. به نظر من میشه بیدار کرد که حالا یه روزی علمم به این میرسه و الانم یه جورایی دارن روش کار میکنن که البته دارن در بیرون از بدن دارن کار میکنن که چیز بشه. برم صفحه 100، یه چند صفحه از 100، چند سطر از صفحه 100 بخونم. حالا اینجا 106، بریم صفحه 100، چون هر صفحه نقاشی داره دیگه. این زیبایی کتاب اینجاست که این هر صفحه نقاشی داره. اگر 99 شروع کنیم ببینیم چیه. برس yani allık. Rencine ayağının təriqəsini bildirir. Dağının təriqəsini bildirir. برس یک نوع بیماری عربی هست احتمالاً که یعنی allık. این allık چی هستش من نمیدونم. allık dencinin dağının təriqəsini bildirir. Dağlamağın təriqəsini bildirir. حالا اینم یه برس، یه بیماریه که allık هستش که allık رنجنون یا دنجنون، این رنجنون باید بخونیم نمیدونم، حالا به هر حال bilene ki ey talip her geçen kim bir kişiye beres hadis olsa tibbün mualeceleri ona kar eylemese dağ edesen. Edesen bir sön üzerine. Hala این چیه؟ برسün üzerine deri kalınlıktan azıcık artık ola. حالا اون چیزی که داره میگه یه مقدار بیشتر از کلفتی خود پوست میگه. artık ola تا که برسün عقلقی جده، اون سفیدی برس از بین بره. حالا این خود برس چه نوع بیماری هستش؟ بذار ببینیم میتونیم گوگل ازش کمک بگیریم که آقا این قضیه چی هست. برس اینجا گفته پی سی، برس رو پی سی معنی کرده، ولی
پیسی چیست به چرا پیسی یا برس؟ بله پیسی جزام گفته میشه. البته اینجا اون چیزی که برس عکس انداخته چیز نیست، بذار ببینیم، اون پیسی نیست، یعنی اینجا فقط اون سفیدی های بدن رو انداخته. بذار ببینیم، میتونیم ببینیم این سفیدی ها رو گفته برس و این جزام نیست. ولی پیسی وقتی میگه پیسی جزامه، پیسلیک که بازم ترکی هستش. خب برسın üzerine deri kalınlıktan azıcık artık ola ta kim برس عقلقی جده تا یه مقدار این سفیدی برس از بین بره. لون دونه لون رنگ عربی هستش اینجا. لون دونه آندن sonra معالجه edesin مرهمین اونی و külyagi و مرسین یرغی و لسان الحمل یپرقی، اونم یپرق هستش، و مرسون یپرقی و لسان الحمل یپرقی و جوگرجین گانی یا خود gerelgüç ganıyla her birinden bir cüz'i ve mecmuasin bir yere karıştırırsan bir beze dürtesin به داخل یک پارچه بذاری bir beze dürtesin ol موضعه üresin بمالی تاکیم onunla inşallah önlene inşallah. حالا اینم در مورد برس که رنگ پیشانیش و اینها رو اینجوری کشیده که احتمالاً برس. یا اینجا رو نگاه کنید، مثلا دست حالا بگیم چپ این آدم که روبروی پزشک هستش، بازوشو تا اینجا لباس رو مثلا زده بالا یا حالا پاره کرده اینجا رو، و اینجا اون چند تا نقطه سفید اینجا گذاشته و همچنین یه لکه گذاشتی که گفته اینجوری. به هر حال حالا اینجا میرسه به سرطان. سرطان رنجünün dağının طریقسini bildirer. حالا سرطان رو هم در گذشته از طریق داغ کردن و سوزاندن عمل میکردن. شاید بهتر از امروزه بوده که یه جوری جراحی میکنن که ادامه پیدا میکنه، دوباره هی میره. احتمالا در گذشته بهتر بوده، نمیدونم، من که پزشک نیستم. حالا اینجا چیه؟ دیبیل رنجون دوبیله. حالا این دوبیله چی هستش نمیدم. دوبیله رنجünün dağının təriqəsini bildirir. Belə ki ey talib kim bir kişiyə dübeylə ariz olsa, این دوبیله چه؟ احتمالاً این مثلا یه دومله، نمیدونم، اینجا گردن این آدم اومده. دوبیله ariz olsa و anlense nüzuc hasıl olmasa maddesi galizlikten ya alil pir olup gan az olduğu sebebinden ya zaman ya mekan ya zaman ya mekan sebebinden sen dilesen kim ol dobilenin cüresini ovmak maliş döden ovak nokta dağlavi اون ابزار داغlamak داغلغوله یعنی اون وسیله ابزار داغ کردن اسمشه. Dağlayacak noktaları kıyasın. Ondan sonra kıyasın dübeyle nüzüc bula. Ondan sonra deşmek dilesin. Dağlagavi kızdırasın. Döbülenin ortasına basasın. Ta kim deline. Ama dalgavi
döbülenin aşağı tarafından sıgasın ta kim adın ol delikten ta kim ödün. Ehtimalen ürün başı, ürün. ürün ما میدونیم که به چرک درون زخم ایرین گفته میشد در توشه. احتمالا هم تا که ایرین همین باید باشه چون که مثل د نوشته ولی ایرینه. ایرین اول delikten akmağa آسان اوله آندن sonra معالجه edesin. دوباره حالا اینجا برای این بذار به اینجا نگاه کنید. این نقاشی بالا یه نفر سرشو گرفته که تکون نخوره، این اونجا میاد یه سوراخ ایجاد میکنه و بعد اون رو حالا از پایین فشار میده که اون ایرین چرکی که درش هستش بیاد برون. اینجا حالا ما متوجه شدیم که ایرین یک لغت تخصصی بوده که در زبان ترکی عامه در روستاها به کار میره، هنوزم به کار میره. بریم صفحه 150 یه چند سطرم از صفحه 150 بخونیم. ببینیم 150 عکس داره. احتمالا این به قبلی، حالا بذار ببینیم شاید به همین بعدی ربط داشته باشه. این یه چیزی هستش که مثل یک کاسه هم گرفته که این وقتی از دهنش یه چیزی میاد بیرون نریزه صورت پزشک یا بدن پزشک. حالا ببینیم این چی هست، داره انگار مثلا قی میکنه میاره بالا. 29. fasl 2. bab. Demirle dişlerin kırasın. با فلز دندونهاشو بشکنی و سروسن. Gazmağın tarigasını bildirir. Demirle dişlerin kırasın ve sarasın gazmağın tarigasını bildirir. حالا اینجا چجوری درمان دندان رو داره میگه که حالا چجوری باید این دندون رو بشکنید و بیرون بیارید و چطوری این رو ببندید که خونریزی نکنه. سرسون یعنی ببندی. Sarmak هم که گفتیم دیگه. Biline ey talip kim dişlerin üzerinde üç yanında ve taş yanında bir guşur خبیثه قبیحه حادث olur گرایه سریه. حالا اینجا دیگه یه مقدار اینجا یه کلمه انگار پاک شده. سریه yeşil اوleler olur yeşil olur şöyle ki bu illetin fesad leseye yani diş atine irişer. Ol sebepten dişler dibi erkelener. Hala in ergelener bu illetin tariqi əlacı oldur kim əlində otura یا الیکته otura نمیدونم این الیک چی هست یا الیک چی هست. Alil elikte oturasan. Ol alilün dişlerini gazıyasın. حالا داری مثل امروزه که دارن سوراخش میکنن دندون ها رو داخلش اینو میگه اگر دیشون آجیان اگه داره درد میکنه دندون اگر تاشیان دور تاشیان یعنی نمیدونم یعنی چی، یعنی آیا میتونه توان داره دور. خب بریم نمیتونم بعضی از کلمات دیگه خیلی اینجا ابزارها رو میبینیم خیلی چیزه. بریم صفحه 200 البته ما رسیدیم 250 بذارید 250 رو ببینیم اینجا 8. bab 81. faslın 2. bab. Qan ağan bir bavasirün bağlamağın ve kesmegin ve şagaq elacının
طریقسین بلدورر. حالا بواسیر داره، این بواسیر خونریزی میکنه، چطوری این رو ببندیم و چطوری ببریمش. و شقاق علاجون، حالا شقاق جدا کردن علاجش رو چجوری بگیم نمیدونم شقاق به معنی چی هستش. بلونه ای طالب کیم بواسیر نوعی بواسir envaü olar. Birisi mek'adün içinde olar. یکی در داخله و birisi تشرسinde olur و یکی در بیرون مقعده. مقعد جای که büzüşmach میکنه، گره خورده. مقعد جایی که گره خورده، اون قسمت بدن ما گره میخوره، خودش باز میشه و گره میخوره. وقتی میریم توالت باز میشه اون گره، وقتی که تمام میشه اون گره بسته میشه. به این جهت گفتن مقعد احتمالا یعنی جایی که گره خورده. مقعدون içinde olur. Birisi tereşeresinde olur. Yümür ve yümür ve kızıl üzüm danesi. Hala yümür ve yümürü نمیدونم yümürü یه چیزیه و yümürü بیرون yümürü olur. Yümürü gerde یه چیزای گرد. Yümürü kızıl üzüm danesi gibi, مثل دانه انگور قرمز gibi. Kimisi iri olur. İri yani bozorg. Kimisi iri olur ve kimisi uvak olur. بعضی افق یعنی چیچیک دیگه، برای بچه هم میگن اینو. بعضیسیnden گان آگر و بعضیسیnden گان آقمز. بعضیسی خونریزی میکنه، بعضیسی bir dane olur. بعضی یه دونه میشه و بعضیسی çok olur. بعضیسی زیاد میشه. Olan مقعدin teşeresinde olar. Olan یا اولکی، حالا نمیدونم این احتمال اولکی، مقعدin teşeresinde olar اکثرinin رطوبت آغمز، رطوبت بیرون پس نمیدن. اگر آغرسا، اگر رطوبت پس بدن، نم پس بدن، دخی سارسو آگر آگان az olur. آب زربی ازشون میاد ولی بعضیا خیلی کم خون میاد. az olurlar. آدمین بدن رنگینده olur. به رنگشون رنگ بدن آدم هست. ol مقعدون iç yanında olur. iç yanında. حالا این در داخل مقعد. آنون علاجه oldur kim علیله buyurasın به بلیل بگی. اینجا برای اول ما میگم buyurasın، یعنی به جای اینکه دیگه ادسین میگه buyurasın kim tez harrayide tez harayide yani ekine، یعنی چی؟ این عربیشو نوشته تز harayide یعنی چی؟ یعنی اکنه، آنینه شایدن تا کیم مقعدسی دورله ایله. این اگینه نیستش، اگینه ایله یا دا انینه. خرایده یعنی انینه، یعنی که حالا به پشت دمرو. تا که مقعدسی دورله یا devrile، مقعدش devrilmak بکنه، بیاد بیرون. devrile senler görüne. حالا اینجا یه چیزی میگه که من نمیتونم بخونم. senleler görüne. حالا نمیدونم چی میشه. آندن sonra sigleleri، حالا این سگله یعنی چی نمیدونم، یه اسم تخصصیه. خب دیگه بریم صفحه بعد، بریم صفحه 300. یه چند سطرم از اینجا بخونیم. 310 هستش. ابزارها رو میگه.
310 اینجاست. مطلب اول نداره که از اینجا و اما بذارید از همینجا. demişlerdir صورتی yukarıda gelmiş. عکسشو نقاشی بالا کشیده. کجا هست نمیدونم. اینجا 110. demişler 310. demişlerdir sureti yukarıda gelmiş ol mebza'dır. O mebza deriyle tamran altına tamirün. Demir همان احتمالا باشه. تمرین altına sıgasın. deriyle demirin altına sıgasın. حالا اینجوری نمیدونم چه شکلی. tamir derisiyle yele argur kesesin. arguru kesesin. حالا اینجا رو ببری. نمیدونم چی. kesilen yerin miktarı 2 parmak miktarı ola. به اندازه 2 انگشت. قیاسın. Gan aga. Gerek miktarı ondan sonra akesin ya belə berk bağlayasın. Bir neçə gün tərə takma. نمیدونم بعضی چیزاشو دیگه خیلی تخصصیه. میرم صفحه 400 یه چند سطرم از این صفحه 400 بخونیم. فقط همین. خیلی زیباست این کتاب. ارزش داره که روزها بخش‌های اون رو بخونه آدم. خیلی این کتاب بی نهایت جزو تمدن مکتوب ما و بی نهایت ارزشمنده. 31. فصل 3. باب. حالا باب سوم فصل 31. yan başı çegenin alacının tariqəsini bildirir. yan başı ya nemidirəm yani çiganın çigonun bilünə ey talib ki yan başına dahi çıkmaq ariz olur. این nemidirəm yani çi دیگه təxəssüs. Amma qalan mafsəllər gibi yerinden خب این من این یه چیزی یادم میاد ولی کامل یادم نمیاد. یان باشه حالا بر اساس این چیزیه، بر اساس بر روی مفصل ها کار میکنه. فکر کنم این ستون لگن رو احتمال میدم در اینجا داره در مورد این صحبت میکنه. ای طالب kim yan başına dahi çıkmak arız olar ama kalan mefseller gibi yerinden ayrılmak ve çıkarılmak vakı olmaz. Bu mefselin çıkmak 4 veç ile olur. Birisi içeri bizden yana çıkar ve birisi teşere çıkar ve birisi önüne çıkar ve birisi ardine çıkar. Pes önüne durust خوندیم. İçeri çıktığının alameti oldur kim? Qacan Alilün, ehtimalen qaçan Alilün 2 ayağını qoşub öz uzadasın. Qoşub uzadasın. Çıkmış ayağı çıkmadık ayağı خب çıkmış ayağı خب çıkmış ayağı çıkmadık ayağın üzerin uzun çıkmadık ayağın ayağın uzun. حالا اینجا ayağından احتمالا ayağından uzun olur ve ol çıkan ayağın dizi çıkmadık ayaktan uzun olur. Ol çıkan ayağın dizi
bir ayağın dizinden yüksek olur و ayağını. خب این دیگه مربوط به نمیدونم به کجاش بود. حالا من دیگه گفتم یه جورایی چون کتاب رو ناقص خوندیم، اگر کتاب رو درست میخونیم احتمالا با این اصطلاحات پزشکی هم آشنا میشدیم. ayağını bükmez ve acısını oyluğu dibine atmaz. این oyluğ چی میشه نمیدونم. oyluğu dibine atmaz. bez tuşunda bel احتمالاً bez tuşunda örtme nesne zahir olur. حالا این چیه؟ bir yumru. Bir yumru nesne. yumru گرد. یومرو bir یومرو nesne ظاهر. خیلی آقا این کتاب اگه بخونم من ترکیم خیلی خوب میشه. باور کنید این کتاب خیلی کلمات ترکی که خیلی فراموش شده اینها رو به خاطر پزشکی مجبور اینها رو توصیف بده. خیلی زیبا اینها رو میگه برای یادگیری زبان ترکی. حالا نه پزشکیش هم که خیلی عجیب این کتاب اصلا برای این چیزها. حالا ما اینها رو میخونیم فکر میکنیم که خیلی چیز این راه و علاجی که داره نشون میده خیلی ظالمانه و خیلی دردناک و اینهاست، ولی با این پزشکی دیگه پزشکی هم همین الان داره چاقو رو بر میداره میبره نیمه استخون رو اله میکنه ولی همونه، یعنی همون پزشکی با بریدن و دوختن و شکستن دوباره و اینها سر و کار داره. شوخی نیست، شوخی بردار نیست و خیلی سخته. خب بریم صفحه آخر کتاب رو هم بخونیم. این کتاب میگم ارزش خواندن چند باره و چند صد باره رو داره و آموزش رو داره. تا کجاست اونهایی که مردن تا بهشون بگیم آقا بیا این کتاب رو ببین. من حالا کتاب رو آخر صفحه‌ش رو کلا میخونم برای اینکه ببینیم یه تاریخ دوباره اینجا آیا اون تاریخی که اول گفته بود با این میسازه یا نه. اکسن açığın tara ondan sonra tekrar amel edesin ta kim o okula inşallah önele inşallah taala. Sıfati zamad ki kim? Sıfati zamad kim? Cerahat önülüp önülüp 8 çekinsa 8 çenlisa zamad edesin 8 yumşana. حالا من اینو 8 خوندم احتمالاً مثلا سکر باشه، نمیدونم چی معنی میده. سکر چند لسا زماد ادسین سکر یومشته یا یومشنه. صنعت budur. صنعت یعنی حالا اینجلیک هنر. آلسن حالبی و قزلجه سغلجان. قزلجه سغلجان و یالcık خورما و گوچ quyruğu ve şire روغن cümlesin dökesin zamad edesin bir neçe kere sıga davayı müceffef elesin buğday hemen buğday ununi ve cam segizi merhem eliyip üresin. او خیلی این دیگه رفت تموم شد. اینجا یه کلمه هستش که گرودر یه چیز نمیشه گرودر یعنی خشکش میکنه. تم الکتاب به اون الله الملک الوهاب علی ید المؤلفه اضعف العباد و اعوج الناس شرف الدین بن علی بن الحاج الیاس عفا الله عنهم به حرمت النبی و العباس المنسوبی لطبابت دار الشفای محروست اماسیه حرسها الله عن الآفات و البلیه سنه 70 و
سمانمائة احتمالا من هجرت النبویة المصطفیة صلی الله علیه و آله خیر البریه. کتاب تموم شد. این کتاب آخرش هم مهر زده دوستان، یه مهرم اینجا زده، خیلی مهر خوشخطی هم بوده، ولی خب تاریخ همون تاریخ رو نوشت و نوشت که اسمش شرف الدین هست، اسم پدرش علی هست، اسم جدش حاج الیاس بوده و در دارالشفای اماسیه که امروزه هم در ترکیه هستش کار میکرده و اهل اونجا رو هم چیز کرده. صفحه و سال 870 رو نوشته اینجا. 87 این هم که گفته هجرت نبویه هم که نوشته. کتاب در این تاریخ نوشته شده. خیلی کتاب بسیار جالبی هستش. من فکر میکنم که اگر فرصت می داشتم و واقعا این کتاب رو هر روز این کتاب رو می خوندم تا ترکی من در پزشکی هم خوب بشه، در روزمره هم خوب بشه، با اصطلاحات پزشکی آشنا بشم به زبان ترکی. البته یادمه که من در زمانی که در مجله اسلام بیرلیک کار میکردم در سال 70 رفتم مجله اسلامی بیرلیک. وقتی دانشگاه رفتم یه مجله بود که به زبان ترکی با حروف الفبای ترکی عربی و لاتین و کریل چاپ میشد. فکر می‌کنم عربیش هم بود، عربی بود، عربی و یعنی ترکی عربی و کریل این چاپ میشد. در اونجا دوستانی داشتیم که زبان ترکیشون خیلی عالی بود، یعنی من هنوزم به اندازه اینها نمیدونم. اینها میرفتن در دانشگاه برای رشته های پزشکی اینها اصطلاحات ترکی پزشکی رو آموزش میدادن. یکی از اینها من اسمش الان یادم نمیاد، ولی خب جوان بسیار بسیار جوانتر از من بود و این میرفت و اونجا به این دانشجویان پزشکی علاقمند بودند، پزشکی رو به ترکی، یعنی اصطلاحات پزشکی ترکی پزشکی رو به اینها آموزش میداد. خیلی روز خوبی بود برای من این 2 روزی که این کتاب رو خوندیم، لذت بردم. امیدوارم که برای شما هم لذت بخش باشه. به امید دیدارتون در روز دیگر و توفیق الهی اگر حاصل بشه در یک روز دیگر با یک کتاب دیگر و احتمالا با همین کتاب. خیلی زیباست این کتاب، دل نمیکنم ازش، ولی احتمالا یک کتاب دیگر، برای اینکه ما در هر جلسه تلاش میکنیم حداقل یک کتاب معرفی بکنیم، باهاش آشنا بشیم. این کتاب در 2 جلسه خونده شد